سلام به همراهان عزیز کانال سکسولوژی. لطفاً قبل شروع ویدئو کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله پایینم فعال کنید. این بار اومدیم به یکی از مهمترین سوالات آقایون و حتی خانوما پاسخ بدیم. و اما سوال: اندازه نرمال آلت تناسلی مردان چقدره؟ خب با ما همراه باشین تا در طول ویدئو به پاسخ سوالتون برسید. اندازه متوسط آلت تناسلی مردان بالغ در حالت نوعوض، یعنی همون حالت شق شدن، 12.7 تا 17.7 سانتی متره و معمولا اندازه آلت تناسلی زمانی که شل هست حجم عادی داره و برخی آلت ها وقتی سفت میشن بزرگتر یا حجیم میشن، ولی برای بعضی افراد ممکنه حتی در حالت نوعوض هم همون اندازه طبیعی خودش رو داشته باشه. برای اندازه و سنجش طول آلت معیارهای مختلفی به کار میرن، مثل طول آلت در حالت نوعوض یا بدون نوعوض و یا معیاری که بیشتر از معیارهای دیگه مورد تایید رفرنس های اورولوژی هست، یعنی اندازه‌گیری طول آلت در حالت کشیده با دست. خب در راستای همین معیار برای سنهای مختلف محدود طبیعی طول آلت گفته شده. برای مثال نوزاد بین 0.4 تا 3 سانتی متره، کودک 1 تا 2 ساله بین 0.8 تا 4.7 سانتی متره و همونطور که در اول ویدیو گفتیم برای فرد بالغ بین 12 تا 17 سانتی متر هست و بنابر آمار دقیق حداقل طول آلت تناسلی مردان 9 سانتی متر هست. خب اینم از ویدئوی آموزشی امروز. امیدواریم که به جواب سوالاتتون رسیده باشید. تا ویدئوی بعدی مراقب خودتون باشین.